ولایت مختار کوهستان بدخشان مکانی که جای دائمی سیاحان زیاد است. اینجا طبیعت، آبهای مصفا، دشت و دمن سبزپوش و کوههای آسمانبوس زیاد دارد که با تمام نزاکت و تراوتش دلهای سیاحان بیشمار را به خود جلب نموده است. در این سفر توجه ما بیشتر به انعکاس مسابقه عنعنوی جودو بود که این چهاربینی همساله با اشتراک وسیع نمایندگان 7 منطقه ولایت در سطح لازمه برگزار می‌گردد. این سال دوم است که ما مسابقه را در ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردیده ایستاده است. با تشبث رئیس فدراسیون جودو جمهوری ترکستان محترم اسماعیل محمدزاده تمام همون شرط و شرایطی که استاندارد جهانی در لازم هستند در این مسابقه ما جاری کردیم. مدت یک ماه شده است که ما با همین مسابقه تیاری دیده استیم. چون که معلوم است برای اوراج دادن تالار تمام همون استانداردهای جهانی لازم بودن، ما کوشش کردیم تیار کردیم. فدراسیون جودو جمهوری ترکستان و فدراسیون جودو ولایت مختار کوهستان بدخشان برای معین نمودن بهترین ورزشگران در وزن‌های 60 66 73 81 و 90 و 100 و جمع 100 همین مسابقه را برگزار می‌گردد برای انتخاب کردن دسته یکچین ولایت و بعداً برای سفربر کردن در مسابقه جمهوری. اگر یک بار دیگر به پیدایش و سرگاه رشد جودو توجه نماییم، بسیار جنبه‌های علاهیده گوشتین مذکور را به ورزش سنتی مردم تاجیک که تاریخ بیش از 5000 ساله دارد منسوب می‌دانند. متخصصان ساحه به آن نظرند که سرچشمه معتمد تکمیل جودو از ورزش اجدادی ما منشأ گرفته است و این را نیز مأخذهای تاریخی در یکی از گوشه‌های دوردست سرحد ناحیه اشکاشیم ثابت کرده است. در ناحیه اشکاشیم در قشلاق ورنگ، جماعت ورنگ قشلاق زنگ یک تاریخ است بوده است در اونجا. وقتی که همین توریسم یپونسا میگذرند در اونجا میبینن، لیکن گوشتینگیری ما در عید نوروز، در معرکه ها، در همین چی را در اون بود میبینن؟ همین گوشتینگیری گرفتند و در دولت خود رفتن کردن گوشتین دوزدو. ما هم گوشتین دوزدو را از روی گوشتینگیری ملت خود خوب نگاه میبینیم، دوست میداریم، همین دوزدو را میگذرانیم. برای همین گوشتینگیری در سطح بلند در تمام جمهوری تاجیکستان است. همین مال ما را به ژاپن بردن و تکمیل دادن. مال ما را به ژاپن نبردن، مال ما را گرفتن، نمودهای دیگر در اوجو تبدیل کردند و گوشتین دوزدو کردند. مال ما را نمیبرند، از مال ما فقط عبرت میگیرند. جای برگزاری چهاربینی عنعنوی با شعار و لوحه‌ها، لازم‌های علاهیده ورزشی معمول جودو و دیگر لوازمات‌ها و پردمت‌های خاص گوشتین جودو آرا داده شده بود. از حشمت تالار پای بردن ممکن است که امسال توجه مسئولین برای برگزاری سطح بلند مسابقات نسبت به سالهای قبلی جهت‌های فرق کننده خود را دارد. فرقیت در آن است که یکم سال ما به مرحله گذراندیم مسابقه را. این سال باشد توجه بسیارتر شد، ورزشگرها بسیارتر بودند و رقابت‌های بسیارتر شدند در ناحیه و در شهر و از همین سبب باید میخواستم مرحله را گذراندن در ناحیه و این اولین تجربه بود که برای برگزاری مسابقه ولایتی اول باید شهر و ناحیه مرحله را گذرانند. داورای سطح بین المللی در این مسابقه داوری میکنند و هم جمهوری. تعداد داوران 15 کس می باشد. دو تا اونا داورای درجه بین المللی و 10 تا اینا دیگرشون داورای جمهوری سطح جمهوری می باشد.
дар ибтидои сабқатҳои инфиродии мусобиқа ҷавонони синашон то 20 солаи 7 шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба натиҷаи нерӯсанҷиҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҳар яке дар замони қуввасанҷии хеш тамоми имкониятҳоро ба кор мебурданд, ки ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбанд. мо зиёда аз 10 нафар овардем 10 шогирди худро, ки дар ин мусобиқа хеле тиёрӣ навзидем, метавонем ки дар ин натиҷаи хубе нишон диҳем. дар машқҳои ҳамарӯзаи Ванҷ чанд нафаранд? шумо якачин ҷудо карда овардед? мо дастаи якачини ноҳияро интихоб карда овардем. дар ҳамаи вазнҳо ҳастанд ё баъзе? Не, дар ҳамаи вазнҳо нестанд. То вазни 81 килоро овардем. дар ин миён роҳи тайнамудаи афроди вазнашон гарон хеле осон ба назар мерасид. ин нуқта аз як ҷониб барои мураббиён ва варзишгарон самараи беҳи корро нишон дода бошад, аз ҷониби дигар барои рақобатпазирии онҳо ва дар миқёси ҷумҳурӣ ба дастовардани натиҷаҳои арзанда мушкилоти дигарро эҷод карда метавонад. як мушкилоти ҳама ҷоро фарогир аст, дар вазни гарон нестанд муддаиён. чаро? ҳамин солҳои охир чишу кам шуда вазнои гарон. дар як вазн 4 нафар иҷоза доданд. аз шумо чанд нафар овардаед? 4 нафари овардем дар ҳар вазн. То вазни 81 килоро. 90-100 ҷамъи 100 нест? 90-100 ҷамъи 100 нест. Я 90 аста. як 90. чикор кунем ки такмил ёбад дар ван? чеҳраҳои асир паҳлавонои буданд, ҳоло нестанд дигар. ҳамин хел мусобиқаҳоро бисёртар кунам, бо ҳавасманд мешаванд насли навраз. дар оянда мо метавонем ки ҷавононро ҷалб кунем, то ки бо дар оянда парчами ҷумҳурии аз ҷузъиёти ҷудо бархурдор ҳастанд шогирдон? бале бале. умедвориҳо ҳаст барои ҷоизаҳои арзанда? бале бале, умедворем ки дар кадом вазн? вазни 66, 60, 73, 81. ба умеди ғалаба? ба умеди ғалаба омадем. дар дигоҳи мо ки созам. дарёфти чеҳраҳои арзанда ва кашфи падидаҳои нав аз деҳоту маҳаллаҳо сарчашма мегирад. моро лозим аст ки дар ин раванд шумораи мусобиқаҳои музофотро бештар намоем ва рафти сабқатҳои арзандаҳоро мавриди таваҷҷӯҳу таҳлил қарор диҳем. дар ҳалли ин масоил ниҳодҳои идоракунандаи соҳаро мебояд ки аз ҷамоату деҳот, ноҳияву шаҳр ва вилоятҳо сангин вазнҳоро ба машғулиятҳои доимӣ ҷалб намоянд ва кори муассисаҳои варзишии худро дар ин самт ҷонок созанд. вазнҳои гарон нестанд? нест ҳақиқатан нест. ёфтан дар кор, ман боз мегӯям ки ёфтан дар кор, ай деҳотҳо рафтан дар кор, чунки ҳама санги вазнҳо ҳама ай деҳотанд, чунки овардан дар кор, омӯхтан дар кор, институтҳо ба дохил дар кор, чунки солҳои пешам ҳаме хел буд, чунки мураббиҳо буданд, устод бузургҳо саимо раҳим ай куҷо афзалшо олим ай бартанг омад, ай бартанг ки ман худам бадахшон лекин оли бартанг дидагӣ нестам, лекин ана ҳамин хел ҷавонҳоро ай вай ёфтанд дар қишлоқҳою ай деҳою хел шаҳр дам аста, бачаҳои шаҳр хафа нашанд ки фақат деҳот не, шаҳрам ҳастанд, лекин ҳастанд дар деҳотҳо бачаҳо ҳастанд, мураббиёна бисёртар бурда дар кор, таҷриба ёфтан дар кор, чунки бе мураббие ки таҷрибаашон кам аст, кор бисёр қиён мешавад. лекин ҳастанд, мураббиҳо ҳам ҳастанд. ҳозир мебинем ки ана бинед чӣ хел ана Раимов чемпиони вай тайёр кард, ана Бокиев, Расул Бокиев, падари бузургвореро, ҳамин хел одамо буданд, ана гӯшти рафтаистанд. то оғози маросими ифтитоҳи чорабинии анъанавии вилоятӣ ҳамаи рақобатҳои инфиродии паҳлавонони иштирокдошта дар 7 вазни маъмули ҷудо ба анҷом расиданд. ҳайати доварон ҳам баробари довари дараҷаи олимпӣ Рамзӣ Шамиров ба ҷузъиёти кор дар майдон эътибори алоҳида зоҳир намуда, бидуни мушкилӣ ҳакамии худро идома доданд. маълум аст ки ҷавонони кӯҳистон дар иҷрои бархе аз усулҳо, махсусан амалҳои кор дар забин ба мушкилиҳо дучор мешуданд, аммо ин ба рӯҳияи доварони мусобиқа таъсири бад расонида натавонист.
چیکار کنیم که مکتب داوری در تاجیکستان عموما بهتر ما شود؟ با دستور رئیس فدراسیون جودو جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر ما کوشش گرفتیم که در جمهوری تاجیکستان یک مکتب داوری گشوده شود. ما در این مرحله کار کرده ایستاده‌ایم. در آینده ممکن مکتب داوری گشوده می شود. در ولایت هستن چهره‌هایی که تربیتشون کنیم؟ البته هم در تمام جمهوری تاجیکستان در دیگر نواحی و در دیگر ولایت‌ها در شهر دوشنبه چهره‌های جوان ما تیار میکنیم برای داوری سطح بین‌المللی و المپی. تا آغاز مرحله اساسی در همه ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان مسابقه انتخابی دایر کرده شد که نتیجه آنها برای مربیان و دستاندرکاران ساحه مهم و اول درجه به حساب می‌رفت. محض به همین خاطر فدراسیون جودوی ولایت پیشنهاد نمود که هر یک دسته در وزن‌های معین مسابقه 4 نفر را سفربر نماید تا که رقابت پذیری و شدت مسابقه امساله از سالهای پیشین تفاوت خود را نیز پیدا نماید. قیاس مسابقه سال گذشته از این مسابقه از زمین تا آسمان فرقیت داشت. در این سال گذشته ورزشگرای ما در همین وزن‌ها بسیار کم بودند. امسال تعداد ورزشگران قریب از همه ناحیه‌های شهر ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند. اینچنین دسته کلوبی وستن هم اشتراک کرد و هم تجربه ورزشگران ما نسبت به سال گذشته خیلی خوبتر و بهتر است. دیدیم همگی که زیاده است. 100 نفر ورزشگران از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک کردند و با یک فضای ایدانه و متنتن برگزار گردید. تشکیل و برگزار نمودن چنان مسابقه ها این همش ثمره استقلالیت و وحدت کامل ملی هست و توجه پیشوای معظم ملت و سیاست ورزش پروران این شخصیت بزرگ تاریخی که امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان وابسته از موقع جغرافیاش با یک شکوه و شهامت خاص شورابینی‌های گوناگون ورزشی مسابقه های ورزشی برگزار گردیده ایستادند که همگی در پیدا نمودن چهره‌های نو در قلمرو جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌کند. رفت افتتاح چهاربینی محتشم شکوه و نصرت و جلال خاصه خود را داشت. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابردی در رسم افتتاح این چهاربینی محتشم ابراز نظر نمود که در آینده هم توجه علاهیده برای رشد بیمیلان گشتین جودو و خصوصا نمادهای المپی در این ولایت کوهستان بیشتر می‌گردد. رئیس فدراسیون جودوی ولایت نورعلی شریفوف هم این گفته ها را تقویت داده ابراز اندیشه نمود که در آینده نیز برای برپا کردن چهاربینی‌های محتشم کمر همت می‌بندند. با صدا دادن سرود ملی چهاربینی مذکور رسما افتتاح یافت.
برنامه پرمضمون و پرمحتوای فرهنگی در مراسم افتتاح شکوه و شهامت چاره‌بینی را رنگی دیگر داد. در برابر ورزشکاران ارزنده با 5 نفر جودوکار شایسته که تجربه مسابقات و رشد ساحه جودو را در ولایت داشتند و انعام و تحفه های فدراسیون کشتین جودوی مملکت و فدراسیون کشتین جودوی ولایت مختار کوهستان بدخشان قدردانی گردیدند که این روحیه مربیان را جهت تربیت نمودن چهره های ارزنده و ماندگار باز هم استوارتر نمود. برای هر یک پهلوان وزن تا 60 کیلوگرم لازم بود که نتیجه به 4 دور را به دست آورده سپس حق به سفره ظفر برآمدن را پیدا نماید. جسور لطفی شایب شغنانی از زمره آن نفران محسوب می‌یابد که با استعداد فوق‌العاده خویش همسالان خود را دچار ناکامی کرده تا مرحله نهایی راه یافت. در دور آخر نیز حرکت‌های پی در پیش نسبت به حریف به کلی فرق کننده بود. از همین عامل باعث ظفر پهلوان 20 ساله ناحیه شغنان گشت. ورزشگری روشان مسافر زمیروف بعد از تحمل ناکامی به مقام دوم رسید. پهلوانان ونج خورشید قوتوف و محمد تبروف جایهای سیوم را مال خود کردند. مسابقه را بسیارتر گزارش کرد. اما این یکم مسابقه که اینمود گوشین زده در بدخشان است. یکم مسابقه بسیارتر مسابقه گزارش کرد. دیگر نوع بام گزارش کرد. روشان دا گزارش کرد. وانج دا گزارش کرد. چی با همین مثال میگم که انا نوروز میشد، چی با در نوع وانج نوروز نمیگذارند، چی با در نوع روشان نمیگذارند، چی با در نوع شغنان نمیگذارند. گزارش در کرد. چرا پیدا میشه؟ مردم جنش میبیند. چکلی که در دیگر نوعا مثلا موی مارت تو موی اپریل تو موی مای چکل گوشتنگ رو کشور میشه ما با اینای نگون تماشا میکنیم چون که مردم زودتر جمع میشه. این زمان مسابقه نقض رفته است. بسیار بچه ها
نقص گوشین گرفته هستن آدم حواسش میبیاید که نقصر بسیارتر همین مشغول باشند در همه رایون در همه ولایت ها چون که این سپورت پیشروی دولتی ماست خدا خواهد با دستگیری پرزیدنت امام رحمان بسیار جاها کشاده شده است میدانچه‌های برای بازی و برای مشق بچه‌ها برای همین خاطر حاضر در همین شهر خاروخ بسیار گوشین نقض رفته است. خب این چی می‌دهد به جوانان همون میدان‌های ورزشی تالارهای زیادی ورزشی با جوانان این نوریه وای می‌تید کلام بسیار کلام می‌تید که از همه گناه‌ها و وظیفه‌های دیگر و ناشایسته فراموش می‌کنند فقط هوش خیالشون در سپورت است. تلاش بچه‌های وزنشان تا 66 کیلوگرم نیز جهت‌های کسبی فرق‌کننده خود را داشت. 24 نفر مدعی از تعلیم استادان مشق‌های مشترک دسته‌جمعانه استفاده خوب برده توانستند. این در زمان معلوم گشت که نمایندگان ناحیه‌های ونج و شغنان، روشان و درواز به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. برادران خطاب و بزرگمهر عبدالصمدوف‌ها در وزن‌های 66 و 73 کیلوگرم میدانداری خوب نشان داده هر دو به دور نهایی مسابقه جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان راه یافتند. خطاب را می‌بایست که با توجه علاهیده رفت سبقت آخرین را تیزاند و از فرصت بعدی به عمل آمده به طور کسبی استفاده نماید. همین بود که عبدالصمدوف برای دست بالا شدنش زمینه اساسی را پیدا کرده توانست. من از سری خردسالی به این نمود ورزش خیلی شوق و رغبت زیاد داشتم و در مسابقه های ناحیوی خیلی اشتراک کرده و صدارای جای نمایان گشتم. من با همه ورزشگران میگویم که همین با ورزش مشغول شوند تا که همین ورزش هم سالمی و هم با یعنی تاریخ یعنی تاجیکستان رو در همین عرصه جهانی میتواند که بلند بردارند. از هر یک دسته 4 نفری شرکت کرد. از شما کی بودن همتایانتون از ونج؟ از ما همتایانمون یکی از اونها این یعنی خلوت فبوکر و باز گلابوف مفرح و عالمزاده صابریجان می باشند. در سمت عملی کردن نقشه مربیان مکتب ورزشی ناحیه روشن جوانان با استعداد تلاش بیشتر را نیز منظور نمودند. از میان داوطلبان زینه‌های اول وزن تا 73 کیلوگرم اشورمت پنجشنبه صدا بلند نموده رقابت‌های انفرادی 3 دور را به کامیابی سامان داد و با نماینده دسته ناحیه ونج بزرگمهر عبدالصمدوف به دور نهایی برآمد. جهد و جدل آنها دیر دوام نکرد. پنجشنبه با یک مهارت والای کشتیگیری رقیب را دچار شکست نمود. زینه سیوم افتخاری را نمایندگان ناحیه‌های درواز و ونج شهرت سرحدبکov و حسین زاده سید اعظم به دست آوردند.
من طول 4 سال شد که در نمود گوشتنی زودو مشق فعالیت کرده است. در وزن چند کیلو؟ 73 کیلو. امروز جای دوم رو چی علت بود از نگاه شما؟ علت کمتر علت برداشته بود دستم از همین حساب کمتر تیاری ها سوز بودن از همین حساب سزاوار جای دوم شدم. در آینده بسیارتر مشق میکنم و ان شاء الله سزاوار جای اول میشم. خب مربی چی زحمت کشید که شما به اینجا اومدید؟ مربی بسیار زحمتی کلان ورزید اساسا برای هر شاگرد و خلای بنام برداشتن کاری اساسی رو مربی به انجام میرساند. مربی با ما بسیار چیزها رو فهم و نازک‌های جدا رو به ما نشان داد. خب گوشت ندیدم که نسبت به مسابقه اول فرق کننده بود. بله بسیار نسبت به مسابقه اول فرق کننده بود. نسبت حریفان باز سخت‌تر بودن نسبت به مسابقه اول و ما باز کوشش می‌کنیم که در بیرون از نه تنها در جمهوری بیرون از جمهوری مدال به وطن بیاریم. روحیه بچه‌ها چقدر بود از نگاه شما؟ روحیه بهترین روحیه بود از بچه‌ها و همه برای مدال گیری اومده بودن با اینجا و همه کسی بسیارتر مشق کرده بود اما به سفره ظفر برآمد. سعی و تلاش پهلوانان وزن تا 81 کیلوگرم نیز شدتی با سرعت خود را داشت. اولان جوانان شهر خاروق ناحیه‌های روشان و درواز پیشتاز میدان نبرد انفرادی بودند. بعداً پهلوان ناحیه ونج بهروز اماموف اوج مهارت خود را دیگر باره منظور مخلصان گشتون جدا نموده. بعداً پهلوان ناحیه ونج بهروز اماموف اوج مهارت خود را دیگر باره منظور مخلصان گشتون جدا نمود و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. سبقت داوطلبان برای مدال طلای وزن تا 81 کیلوگرم تا دقیقه آخر طول کشید. مقاومت حریف بهروز چندان مشکلات را برای راه یافتن به منبر اول افتخاری به میان آوردن نتوانست که اماموف با یک امتیاز یوکو صاحب مظفریت شد. این افاده آن است که قوه‌ها و ملکه یکدیگر برابر میباشند. تنها عکس عمل سریوقتی نماینده دسته ونج زمینه کامگاری را در لحظه های آخر دیدار به میان آورد. جهانگیر ناروف جای دوم و دو پهلوان درباز نصرت گلمت و ابران بگیجان مقام سیوم را کسب نمودند. مهنت در این بسیار است. این یک گوشتین نازک است. در این بسیار چیزا هستند که ما باید مربی قطع کار کنیم. مربی باید شاگردای خود قطع کار کنند. در سطح جوانی باید شاگردش تیار باشد. هست بودن همون مشکلاتی که در مسابقه نمودار شدن. شدن هستند کردن اصلاح کردن. داورا نداریم. 3 تا داور درجه بین المللی در بدخشان تیار کردیم. داورا بسیار رول بازی میکنند. می توانند شاگردای ورزشگرای خود تیار کنند به جوانی و به المپیک. در مرحله تلاش پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم چندان مشکلات زیاد دیده نمیشد، چون که نمایندگان ناحیه‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر خاروق نسبت به دیگر وزن‌های مسابقه کمتر بودند. حسین غایبوف که باشگاه وستن ناحیه درواز را نمایندگی میکرد، بدون کشمکشی‌ها مرحله نهایی را در مقابل پهلوان شغنان دولت امامیاروف سامان داده سزاوار مدال طلا شد. سمندر سعی آرزو باشد از یک دیدار سامان داده‌اش نیز ناکام گشت و به گرفتن مدال برنجی وزن 90 کیلو شرفیاب شد. وقت تقاضا میکند که عاید به عملی نمودن تدبیرهای دریافت چهره‌های ماندگار گران وزن‌ها چاره‌های ضروری در عمل پیاده کرده شوند تا که مسابقه‌های بعدی شور و شوق زیادی سبقت‌های پهلوانان وزنشان گران را نیز در پی داشته باشد.
دیدی از این مسابقات؟ در این مسابقه من خیلی مسابقه با حشمت برگزار شد که در آنجا من افتخار میکنم که سزاوار جای اول شدم. نقشه ها بهترند؟ بله، من در آینده میخواهم که در بازی های المپیک جای اول رو گیرم. خب برای این اکنون زحمت لازم است. بله، زحمت. مشقت کدام مربی رو بهتر میدونید؟ نه، نظر و استاد اول من طالبوف میباشد. якбора ба майдон баромадани ду паҳлавони дастаи ноҳияи рӯшон дар вазни то 100 килограмм ангезаи варзишгарони дигарро бештар намуд ва боиси рақобати солиму арзандаи мусобиқа гардид. ҳамдастагон умар муносибов ва бахтиёр худоёров дигарбора маҳорати волои гӯштингирии хешро нишон дода ба даври ниҳоӣ омаданд. бисёриҳо гумон доштанд ки яке аз шогирдони бовар хуҷандиҷов бидуни муқовимат ғалабаро ба рафиқи ҳамдастааш медиҳад, аммо чунин нашуд. нерӯсанҷӣ баръакс нисбат ба дигар сабқатҳо тезу тунд ҷараён гирифт ки дар ниҳоят умар муносибов бо як партофти хубу дидании хеш сазовори ғалабаи нерӯсанҷии охирини мусобиқаи ҷоми раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон гашт. سعید منصور میرزویف که در این وزن دسته شهر خوروغ را نمایندگی میکرد جای سیوم را اشغال نمود. تیاری ها از کجا شروع شدن؟ تیاری ها از دوشنبه شروع شده بودند که در اونجا در زل وستان ما تمرین های خیلی سخت میکردیم. با زحمت کدام مربی بیشتر از نگاه شما؟ نظرف رستم و استاد طالبوف خالمحمد. خب امروز چی دیدیم که در این جریان مسابقه جام ولایت؟ خیلی فضای خوب که در اینجا ما اشتراک کرده روحمون بلند شد که باز میخوایم در مسابقه های آینده سزاوار جای اول گرده اشتراک کنیم. خب بودن کمبودی ها نقصان هایی که آنها رو باید برطرف کنید. کمبودی ها همه دارند و همه باید کمبودی های خود را اصلاح کنند. برای این چی باید کرد؟ کوشش کردن در کار. با مربیان کار کردن در کار؟ مهنت کردن، اصلاح شدن در کار. نقشه های منبعده در پیش. برنده مدال طلای المپیک. رحمیت خنجربکова در رقابت نمایشی مقابل ورزشگر بانوی شهر خوروغ مهارت و هنر بلند گوشتینگیری خیش را نشان داده صاحب مدال و تحفه های شایسته گردید. در فرجام از روی نتیجه های سبقت 7 وزن دسته بهترین مسابقه معرفی کرده شد. جودوکاران جوان ناحیه روشن در میان 8 تیم اشتراک داشته موفقیت بیشتر را مال خود نموده صاحب جام مسابقه شدند. جام را به رهبر دسته بختاور زمیرов رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی در فضای تنتنوی تقدیم نمود. باور است که چهره‌های نو پیدا میشن، چهره‌های نو.
این مسابقه تماشا میکنیم چرای دم نو پیدا میشد بازم خوبتره بازم خوب میشه نصیب کرده باشد ورزشگران ما نسبت به سالهای پیش خیلی در فرم خوبتر قرار دارند و ما باوری داریم که امسال در چمپیونات جمهوری تاجیکستان هم بین جوانان هم بین کلانسالان مدال های گوناگون به خزینه ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد نماییم. کوشش ها هستند، کوشش کرده استیم. امیدوارم که آینده در ولایت مختار کوهستان بدخشان هم ورزشگران گرانقدر گران وزن البته توجه میکنند بخصوص به نمود رشته ورزش جودو در معرفی ولایت البته که آینده سهم خواهیم گذاشت. هر سال سطح مسابقه بلندتر میشود و در آینده ممکن سال دیگر سطح جمهوری میگیرد این مسابقه ولایتی جام رئیس ولایت. بچه‌های بسیار خواهشی شرکت ورزیدن رو داشتن اما دستور نبود. البته ما میخوایم سال آینده جام رئیس ولایت مختار کوهستان اوید بدزودو جام کشاد کنیم از دیگر منطقه های جمهوری تاجیکستان و از دیگر جمهورهای همسایه ما اشتراک کنند و در سطح بلند ورزشی گذرانده میشد این مسابقه. هر یک مسابقه را به رایونا به جماعت ها به خود شهر مثل همون گرافیک مسابقات تشکیل کردن در کار ریجه قطعی تقسیم کردن در کار و گذراندن در کار جوانان بسیارتر به ورزش و به دانش تکمیل دادن در کار اونگاه با روش اونگاه ما میتوانیم گشتین و دیگر ورزش ها هم در نمود درجه بین الملل تیار می شود. فقط جوانان با فقط تیار کردنی نه فقط ورزش هم در دانش هم در ورزش. همین پیروها می توانند آرمان و آرزوهای فداییان گشتین جودوی ولایت را در عمل پیاده سازد. باشد که چنین توجه برای رشد گشتین جودو میان نسل نورس و جوان در منطقه همیشه سبز وطن باز هم زیاد گردد.